فیلم تلما و لوئیس محصول ریدلی اسکات کارگردان بزرگ آمریکایی رو دیدیم. فیلمی که سال 1991 ساخته شده و یکی از فیلم‌های خیلی تاثیرگذار و جریان ساز شده توی دوره خودش. دو تا باگ باز هم داشت. یکی اون که آخر فیلم بود که این مرده میخواست نجاتشون بده و چرا دنبال ماشین دوید. خب هیچ کاری نمیتونی بکنی وقتی دنبال ماشین دویدی، خب سرعتش بیشتره. خب عقلانی اینه که 4 تا گلوله بزنی به چرخهای ماشین وایسه. دیگه هم اون سکانسی که میان با پلیس مواجه میشن، پلیس خب از اول سکانس میبینیم که آدم منظم و باهوشی. از اونجایی که ماشین سقف بازه، پلیس اما اول میبینه که تلما توی پشت کمرش یه اسلحه هست و طبیعتاً هم باید اینجور مواقع خب یه تصمیم دیگه بگیرم. از یه ریتم آروم شروع کرد داستانش رو که برامون تعریف کنه تلما و لوئیس چه شخصیت‌هایی و سیرشون که تغییر پیدا میکنن توی این شرایط رو قشنگ نشون داد. فیلم جالب برام کلا از ریتمش و تندیش که میرفت جلو و اون شخص یعنی بازیگرا که بازی میکردن، شخصیت پردازی که شده بودن، اینا دوست داشتم و اینکه می‌خواستم که به چه نتیجه این میخواد برسه. اینکه اون کنترلگری شوهره باعث این ندید بازی تلما شده بود که این اتفاق افتاد. دو تا شخصیت متفاوت بودن به نظرم. تلما یکیشون خیلی هیجانی و این مدلی تصمیم میگرفت، یکی آدم محتاط بود. برام جالب بود بعد از اون اتفاق اولی که براش افتاد بازم این اعتماد میکرد. یکم غیر منطقی بود این رفتار. من به نظرم مرد ستیزانه بود فیلم. به ریشه مشکلات برمیگشت. حالا اون چیزی که تو تگزاس برای لوئیس اتفاق افتاد و اون چیزی که در این داستان برای تلما اتفاق افتاد، یعنی جبر تحت تجاوز قرار گرفتن. نقش این اتفاقات رو توی ادامه زندگی افراد میگفت که این قطعا نقش پررنگی داره. اون یه بخش بود. بعد جنبه ناتورالیستی، این که حالا جبرگرایی اینا افتادن توی مسیری که تا آخرش رفتن و در اختیار خودشون هم نبود، یه بخش دیگه است که کنترل بیش از حد روی زندگی‌ها اونا رو از سیر زندگیشون خارج می‌کنه. سال 1991 این فیلم ساخته میشه، به شدت جنبش‌های فمینیستی شروعش توی آمریکا از اون اوایلش بوده و خیلی هنرمندانه و رندانه در واقع ریدلی اسکات میاد این فیلمو میسازه. ما دو تا ژانر مهم مردونه توی سینما داریم، یکی ژانر وسترن، یکی ژانر جاده‌ای. تمام فیلم‌های جاده‌ای قبل از این تلما و لوئیس ساخته شده بود مردونه بود، یعنی معمولاً مردها وارد جاده‌ها می‌شدن. یه دفعه اومده ریدلی اسکات با یه فیلمنامه خیلی خوب تمام اینها رو ساختارش رو به هم زدن و خیلی تعمدی همه این مردهای سرتاسر مسیری که اینا باشون در ارتباط بودن شخصیت‌های منفی خلق شدن. ما یه سکانس اولیه داریم، ابتدا لوئیس رو نشون میده توی یه کافه‌ای که باز شبیه آشپزخونه است، یعنی باز یک زن داره اونجا خدمات ارائه میده به بقیه، ولی تو ساختار اولیه‌اش متوجه میشیم که لوئیس یه مقداری انگار خشن هستش با بقیه زن‌ها، یه مقداری متفاوت‌تره و انگار میتونه خودشو مدیریت کنه. قطع میشد به سکانس تلما توی آشپزخونه بدون هیچ نوری، یعنی توی تاریکی آشپزخونه و انگار که توی زندان شوهر اسیره. اولین باری که ما یک نور زیادی رو میبینیم توی صورت تلما وقتیه که اون در گاراژ باز میشه و انگار که این اولین پا گذاشتن بیرون از قفسش هستش. توی فیلم از همون ابتدا چهره خیلی زنانه‌ای دارن و هر چی به انتها نزدیک میشیم حتی پوشششون، لباساشون، نوع سبک و سیاق رفتاریشون هم حتی تغییر میکنه. یعنی انگار که یه جامعه خشن مرد سالار دو تا دختر رو داره وادار میکنه که شبیه خودشون بشن. در مورد اون دو موردی که علی تو گفتی، بیشتر اوندش که اون حرکت آخر پلیس بیشتر نمادین بود تا اینکه خواسته باشیم بگیم مثلا، یعنی می‌خواست نشون بده که تنها پلیسی که حالا یه مقداری همدلانه رفی حرکتی بکنه، ولی عمده ترینش از نظر ساختار پلیسی اینه که تو مسیر تیراندازی اونا حرکت کرد که اونا شلیک نکنن، چون اونا دیگه آماده شلیک بودن. تو مورد دیگه که بازی دوتاشون خیلی عالی بود. بسیار عالی. یه کمی که یه طنزی هم تو فیلمه بود، به خصوص اون اوایلش. اینم باعث شده بود که
فیلم برای جذاب باشه. جایی که میرفت یه مقداری خسته کننده بشه، یا یه نکته طنز خیلی خاص میذاشت تو کار، یا یه تعلیق عجیب ایجاد میکرد. ضمن اینکه خب موسیقی هم همیشه به موقع انگار مثلا خیلی حرفه‌ای. نکته که خیلی جالبه اینه که ما الان 35 سال از اون 1991 حالا 30 سال 35 سال از اون فیلم میگذره، ما خوب داریم باش همزاد پنداری میکنیم. اونها شاید گذشتن دیگه از این چیزا. و پایان واقعا محشری بود به عقیده خیلی از سینماگرا، اون پایان عجیب غریبی که تو سطح آسمون موندن و انگار که به ابدیت پیوستن.